السلام علیکم دوستان و برادران عزیز، هموطنان گرامی. چنانی که می‌بینید امروز به خواست الهی در سرزمین برادران کلاب ما و شما مصیبت بالای این برادران آمده است که آبخیزی شده است. بسیاری از برادران، پدران و مادران، خواهران و برادران از دوستان این میرا میگن سرجمی صد چگونه الله مهربان که وطن تنجو همون داریم ان شاء الله که از همین انتقام الهی ضرر دیدن. برادران عزیز، این رقمایی که می‌بینید ان شاء الله خواستیم به طرف نباشه. ما و شما ان شاء الله سرجمانه برای برادرامون چندی که میتونین یاردم کنیم از برای الله. صدقه جاریه همین نامرایی که می‌بینید، سایتایی که اکای منصور نعمت فرماندگی برای یاردم مردم کلاب. برادرای عزیز، به خاطر الله چندی میتونید سهم خودتون بگذارین ان شاء الله که بتونیم تا مردم کمی هم از طرف ما بچهای غریب کمی هم باشه دستگیری کنیم ان شاء الله. با این ان شاء الله بابای لنگری اگان سخن دیگه براتون میگه ان شاء الله. بله، سلامت باشین برادرای عزیز. السلام علیکم. خیلی که قرجون با خیر گرفت. البته که الله برکت اکای منصور و برادرایی که الله در عمر جونتون، در مال ملکتون، در خاندانتون برکت که مقصد خو گفته شو گفته خستین رفتین خدمت کردین و تا حال خدمت کردین. بسیار بلوگرها را دیدم الحمدلله. نو برای چی نام گرفته سم اکای منصور که مقصد همچون کلانی بلوگرها احترامش میکنن و احترامش کردستن. مقصد یک چیزی هست که برادرای عزیز امانت کو همین چیزی امانت هر کس با کلا نمیگیره. یک چیزی هست که به حد سخت است. الله برکت شد که علونوی بورا در کلاش گرفتگی آیا در گپ زده است که برادرها دستگیری کنین. برادر عزیز، کارتوی خچونای ما که در ملک مهاجرت هستیم، در غربی هستیم، الله شما را برکت تا که یعنی که شما برادر جانو در خدمت مردم ما هستین. ما هم چیزی که از دست مون بیاید خود از خودمون، خود از دیگر برادرایی که حرمت احترام میکنن میبینن، خود لایک میمونن، خود یکو کامنتاری هم میمونن. خوش به حالشون، خدا در عمر جانشون برکت تا. بهترین روزی هست که برادرای عزیز یکدیگر را دستگیری کنیم. ما یکدیگر را دستگیری نکنیم که ما را دستگیری میکنه هیچ کس. به همون خاطر خیلی که قرجون با خید گرفت دستگیری کنیم برادران. خیلی که برادرها دیدیم در مردم داغستان همه آفت که آمد، مردم ما چقدر دست جمعانه یاردم کردیم. ان شاء الله بیاین این روز این مصیبت بالای خلق خودمان آمده است. هموطنان عزیزمان دست و دست همدیگر کرده ان شاء الله مردم خودمان هم دستگیری کنیم. باقی در حفظ امان الله باشید. السلام علیکم و رحمت الله.